تصویر زیبا از مسیر بابلسر به سمت بابل. کافه واج بابل یه پناهگاهی برای آرامش در میان زندگی روزمره است. به نظر من نمای ساختمان بیرونش خیلی قشنگه. حالا بریم داخل کافه رو ببینیم. به نظرم ترکیب رنگ خیلی خوبی داره و حس خیلی خوبی داره. این کافه واقعا حس خیلی خوبی داره و مهمترین چیزی که کافه به نظرم داره موزیکشه و موزیکای خیلی خوبی گذاشتن. یکی از قشنگی‌های دیگه کافه واج اگه بخوام بگم شاخه‌های گلی بود که روی هر میزی بود. فضای بازم داره که به نظرم خیلی مناسب و راحته. بریم فضای بازو بهتون نشون بدم. خیلی قشنگ بود به نظرم. و حتی ورودیشون هم دوتاست، یه دونه برای فضای باز و یه دونه برای سالن. خب من سفارشم رو گرفتم همراه با کتابم. حس خیلی خوبیه وقتی کتابتو برمیداری و میری کافه، چند دقیقه رو برای خودت وقت میذاری. اما همه خواسته های ما مبهمند. هیچ تصویر روشنی از اینکه آرزوهای ما را دقیقاً در چه مسیری باید هدایت کنیم نداریم. میخواهیم چیزها را عوض کنیم، یک کار جالب و ارزشمند انجام دهیم، اما نمیتوانیم علایق خود را در یک نقطه واقع گرایانه متمرکز کنیم. اگه بخوام از کیفیتشون بگم، به نظرم همه چی عالی بود و حتی پرسنلشون هم خیلی خوش برخورد بودن به نظرم.
اگر دوست داشتی ویدیو رو و تونستم حس خوبی بهت بدم، ممنونت میشم این ویدیو رو برای دوستانتم بفرستی. و خدا نگهدار، قرارمون کافه بعدی.